رسید نوبهار و عیدی شکوفه گل، چمن کشیده دل افروز تو را ای هموطن. بادا که هر روز چنان عید و عید تو پیروز و عید تو مبارک باد. دیدی از من دبلش شما دوستای عزیز سلام، امید که جور و صحتمند باشین، سرحال باشین. هموطنای عزیزم شما را خوش آمدید میگم در برنامه ایدی بود دیگه. دوستای عزیز امور هم شما میبینید تصویر که چقدر سرسبز آسمانی، چقدر آسمان خوب قشنگ عالی شده که نیمه آفتابی امروز دیروز بارندگی بود. و دوستای عزیز دیگه امادم یک شعر کوتاه و یک شعر نوربند قشنگ بلدش میگفتم دیگه. امیدوارم شما دوستان خوشمند داشتن دیگه. دوستای عزیز این بعد از ظهر خانه از مو میوان میا دیگه، این کدوم میا اونا یوتیوب چنل داره دیگه، یوتیوبر هستن و شما اما شما دوستای عزیز در چهرهش آشناستین دیگه، اونا کی باشه دیگه. و همین جماعتم یک فضای عالی، یک شعر مقبول بهاری خواندم دیگه. امیدوارم مورد پسند شما دوستا قرار گرفته شد دیگه. و شما تا آخر برنامه قد از ما باشین، تندرشون برد لایک کن، سابسکرایب کن، امرای دوستای خوش شیر کنین دیگه. به حمایت تک تک شما نیاز داریم دیگه. باشین قد از ما که او مهمان ما کی است. دیگه در این روزا عید همیشه خوش باشین دیگه دوستای عزیز، که هر جای مورین همیشه خوش بگذره دیگه. دوستای عزیز مو عید کدام موری دیگه، شما تا آخر برنامه قد از مو باشین. امید کم کم ویدیو میگیرم دیگه. نانی چاشتم خانه دختر پاپای میگیره اونجا موری، شما باشین قد از شما دوستای عزیز یک لایک کنید دیگه. مو بوری خانه دختر پاپای خود دیگه. این دوستا ما اینکم جلجلی واوی کدوم نیمستم خود رسیدین دوستا. خب دوستای نوربندیم امور قم شما تصویر توغمونین که مو دخنی دختر کاکایم رسیدی دیگه. ما یک جایید که دور افتادم، بعد از دو دختر کاکایم زنگ زد در چاشت بین خانه ازمو که مونانید کده اینجا دیگه. توغمین دوستا آش سبزی خیلی خوشمزه درست کده، دستی دختر کاکایم درد نکنه، واقعا والی بود
دیگه دوستای عزیز چایش مو خالی مو اینجا نوشجان مونی دیگه نفرا خیلی زیاده. دوستای عزیز مو دیدیم دیگه کشتو بود دیگه این طرف میگشتیم دیگه ما خیلی زیاد میگشتیم دیگه قد قومی دیگه خانی کاکای مزی اونجا کوی میکرد مرافت دیگه تو اینجایش مو واقعا خالی بود دیگه مو نوشجان کنید دوستای عزیز. خب دوستای عزیز مو اینجا در نان مخری دیگه پین قد از مو نان بخوری. خود دوستای عزیز مو امروز که دور افتادی خانه برادران از قومی دیگه از اون چی دیگه دو خانه اونجا گشتی اونجا رفتید که دو از اون چی دوستای عزیز چاشت خانه دختر کاکای ما دنانید بودک اونچ کوی گد رفتید اونچی دیگه از اون چی نان من خورده دیگه آش بودک جایش مخالی بود دوستا خیلی خوشمزه آش بودک دست چی درد نکنه دیگه یالی طرف خانه مورم که این بعد از ظهر مهمان میه در خانه ازمو دیگه او میتوبر است و شما در چهرهش آشنا هستین کی است دیگه تا آخر ویدیو قد از ما باشین که ما از خاطر از این جگه آمدم که در ما زنگ زد که مو بعد از ظهر خانه می دیگه مو بری خانه دسترخوان را جور کنم تیاری بکنم دیگه شما قد از مو باشین. و دوستای عزیز باز کامنت بگین که مو چطور عید میگیری و چطور است دیگه رشکش هر روز موری صبح موری شام می دیگه این متر کارا است دیگه باز امروز گاه وقت خانم دم گفتم یک ریزه ویدیو بگیرم دیگه شما در جریان باشین. لیلا ها اونچه فوتباله بچه من اونچه فوتباله بیا بری خانه بری دیگه بابایی که دوستا بابایی آفرین نازنین نزمندی ممنون خان شنو رومونین میمان از من ده دیگه اینه اینی مقصد زنباش جایی مقصد روی خونه میره در کمره چون که اجازه فامیلی نداره اما مایه خود خلاصه رویش نمیسته دیگه این مقصد مهمان از ما که خانه از ما اتدام ده دوستای عزیز دیگه و یک سلام خاص برای دوستای مجده باشه دیگه یک سلامی گرم خاص برای دوستای رهیلوتون دیگه در هر سر دنیا کس که خوشحال باشه دیگه ایدرم برایش تبریک میگم دیگه دوستای کل ما امروز در خانه رهیلوتون هم دم دیگه بیت دو همینجا حضرتان هم دادم یک سر دیم همینجا خیلی خوشم دیم تشکر دیگه دوستای کل دیگه چینلی رهیلوتون را فراموش نکنید دیگه همیشه حمایت کنید خندش باشید دیگه هیچ وقت دیگه ما چانا ندیم من دیگه رهیلوتون چینل چی همیشه لایک کن سابسکرایب کن شیر کن خود دوستای خوب نه دیگه شکر است خوبی جوری بخیری شکر خوبی دیگه شکر کلگیشون خوبی حتی بخیر مادیم دیگه دست با باریش هست ترکی ترشتی ماده تو بارشه چند بود تو بارشه یه جایی هم میگه سکر بوده خوبی جان چرا؟ بیشتر ما بعدی چای رفتم تون دادیم ما مشکل نداریم بیشتر من چی میکردم مقصد بنده دوستای کسان این ما چای آوردیم دیگه اینا چای میخواد دیگه شما دیگه چطوری میخوادی یه میگه کجا چیکار رفتیم نرفتیم نه رفتیم دیگه اونجا دبای خانواری خانه دوستا خانه کاکا خانه ماما دیگه کس ندارید که اینجا یک مریاباد نرسید کدام وقت مریاباد انشاءالله نمیدید اسمت به زیجکی مری خانه زهراش جایی بیشتر میمونه خواهش نه برادری تو رسید
خب دوستای عزیز دیگه یک سلام گرم برای چینل یوتیوب راحله بتول. امید که جور و صحتمند باشه، همیشه خوشحال در کنار فامیل خوب باشه و متر عید رم برای همه دوستای راحله بتول تبریک میگم. یک عیدی پر از خوشی داشته باشد. خب دوستای عزیز ما میده در خانه مادر راحله بتول اینجی کدوم ده خنجیه زهرا شجاعی حال چای مختلفی در تاخیر برنامه خود از ما باشیم.